برای این خانه که هنوز تعمیر ندیده است چند سال باز بحث دادگاهی ادامه دارد. خانه در گروه اسپیتامین بانک است ولی به ادعای صاحبان آن روندی به اختیار بانک گذاشتن شتابکارانه صورت گرفته است. یک روز به همه چالا دکمنت ها کتی دکمنت های چالا کرده چند چیزا نمی رسید. همین کار یک روز به انجام یافتن و $40,000 دادن. با قبل این صاحب ملک سال 2014 یک کارمند سابق اسپیتامین بانک با دسترس نمودن سندهای خانه رسمیاتی به گرو گذاشتن منزل را نادرست ترتیب داد که این اشتباه بحث ها و سرگردانی های را به میان گذاشت. اینجا با کارمند بانک 23 تا اشیبکش است، من خطاش است. 23 تا خطاش است. اینجا با اقبال شمسیه و میگوید بحث خانه از آن شروع شد که به دوگانه‌اش باور کرده همراهی و سندهای خانه را به بانک گذاشتند. من وقتی کارمون با کار میکردم اومد که من با گفت هم خیلی خانه در کارو من با بار می آورد. بعد من الانده خیلی وای کرد. من که این وابشه عموما نمیشناختم پیش وابشه هم نمیدونستم. گفت که 3 روز با گفت من میرم ترکیه از بار میرم تو با هم بار میبیارم. این زن من 2 مرتبه 3 مرتبه سود شدگی زنک با دادگی. بعد 2 سال به تأخیر افتادن قرض بانک به سود با عریضه دعواگی برای رویانیدن مبلغ قرضی مراجعت می کند. دیگر بس این زنک گریخته رفت و یک کفت کردن و چند بانک خودش قرضدار بود است. کفت کرده و یک عذابه از مسکو اومدن پس اکسیس بانک و یک قپیده وای کردن. بعد از من فهمیدم که این زنک اومدگی بعد از سوای منم دعوا کردم. شکایت این زن در حالی است که مسئولان اسپیتامین بانک با پیشنهاد سندها میگویند آنها در قضیه منزل گناهی ندارند. با همه مقامات مراجعت کرده گفته است که غیر قانونی قرض داده شده است. اینجا حالت غیر قانونی دادن قرض در یگان جا از جانب سود هم نگذاشته باشیم. یک 4-5 سند سودی زیادتر داریم ما که اوید این مسئله مقصد که قید کرده گذاشتگیان یگان جا مثلا این تصدیق خود رو نیافته است. با تاکید نماینده بانک شمسیه و با دست خود سندهای خانه را به بانک گذاشته خودش در این عملیات قرضی رسما گرفته است. آنها میگویند مبلغ را کی و چگونه استفاده برده است مشکلی بانک نیست. سر وقت برنگرداندن قرض بانک و دادگاهی شدن بحث منزل‌های به گرو گذاشته یکی از موضوع‌هایی است که مسئولان بانک‌های کشور را نیز نگران کرده است. برخی از مسئولان بانک‌هایی که به بحران دچار شدند میگویند باز پس ندادن قرض‌ها و یا سرکشی از پرداخت قرض یکی از عامل‌های اصلی به مشکل مواجه شدن بانک و حتی مفلس گردیدن این مؤسسه‌های مالی شده است.